سلام دوستای عزیز، امیدوارم که از صحت کامل برخوردار باشین. امروز طریقه ساختن جیمیل اکانت یا ایمیل آدرس را از 0 تا 100 برایتان آموزش میتم. یک هموطن ما کامنت کرده بود که لطیف جان لطفا طریقه ساختن ایمیل آدرس یا جیمیل را برای ما آموزش بده. امروز برایتان از 0 تا 100 برایتان آموزش میتم. اگر ویدیو خوشتون آمد ویدیو را لایک کنین و اگر بار اول است که ویدیو های را تماشا میکنید کانال عبداللطیف اوسر را سابسکرایب کنید، زنگوله غیره فشار دهین به خاطر که همیشه رقم قابل قرمه در این چینل اپلود میشه. بخورین، لذت ببرین. شوخی میکنم دوستان، از همیشه رقم ویدیوهای تاپ و زنده در این چینل اپلود میشه. امیدوارم که از ویدیوهای ما مستفید شوید و لذت ببریم. پس میریم ویدیو رو با همه جا تماشا میکنیم. خب عزیزان دل، آمدیم روی اسکرین موبایل خود. این اپلیکیشن جیمیل در هر موبایل موجود میباشه، در موبایل شما موجود است. این را باز میکنین. بعدا اینجا از قبل اگر جیمیل داشته باشین اینجا لاگین میباشه. اگر لاگین نمی بود یک صفحه دیگه این گونه یک صفحه می اومد. اینجا برایتون اسکرین شاتش گرفتم ببینین. حال هر دوش هم از یک جای میبره، هیچ مشکل نیست. وقتی که جیمیل اپلیکیشن جیمیل باز کردین، یعنی جیمیل است باز میکنین. بعدا اینجا بالای سه نقطه کلیک میکنین. حال یک کمی پایین میاین، اینجا بالای سیتینگ کلیک میکنین. اینجا دیده میتونین که از قبل اگر جیمیل داشته باشی اینجا لاگین میباشه. ببینین من اینجا 4 دانه جیمیل داشتم که هر 4ش هم اینجا لاگین است. من 3 تایش بلور کردم به خاطر که شخصی است نمیخوایم نشان بدم. و اینجا بالای اد اکانت کلیک میکنین. اینجا گوگل انتخاب میکنین. حال اگر موبایلتون رمز داشته باشه رمز موبایلتون را از شما پرسان میکنه. بعدا اینطوری از صفحه برایتون میآید. اینجا شما کریت اکانت بالاش کلیک میکنین و اینجا فرم سلف انتخاب میکنین. حال اینجا بالا نامتون را نوشته میکنین به هر نامی که میخواین جیمیل جور کنین. من اینجا با نام خودم جور میکنم، عبداللطیف اوسرک، عبداللطیف خان اوسرک نمیتونم به خاطر که با این نام جور کردیم. هر چقدر هم جور کنین مشکل نداره. خب به خاطر که برای شما آسان میاد از این خاطر عبداللطیف خان. بعدا اینجا نکست را کلیک میکنین. حال اینجا تاریخ تولد جیمیلتون را انتخاب میکنین. من اینجا از پیش خود هر چی که پیش آمد خوش آمد میزنم. ولی شما دقیق انتخاب کنین تاریخ تولدتون را از یادتون نرود، به خاطر که یک روزی ممکن است رمزش فراموش کنین. از طریق همین تاریخ تولد هم میتونین که رمز جیمیلتون را ریکاوری کنین. اینجا جنسیتش انتخاب میکنم میل و بعد در پایین نکست را کلیک میکنم. حال اینجا یوزر نیم میگه. اینجا عبداللطیف خان نوشته میکنم فرض مثال عبداللطیف خان و اینجا 007@gmail.com. اینجا پایین نکست را کلیک میکنید. ببینین این نام بر من نداد به خاطر که عبداللطیف خان 007 قبلا یک نفر این یوزرنیم گرفته بود، از این خاطر بر من نداد. اینجا 2 دانه دیگه بر من ریکمند کرد که از این 2 دانه یکش انتخاب که میگه عبداللطیف خان 600. این را من انتخاب میکنم یا اگر خواستین از اینجا خودتون تبدیل هم کرده میتونین. من تبدیل نمیکنم، این را انتخاب میکنم عبداللطیف خان 600@gmail.com. حال پایین نکست را کلیک میکنم و بعد اینجا رمز میتین. رمز خودش نوشتم کرده create strong password with a mix of letters, numbers and symbol. یعنی یک رمز قوی بتین که خب من اینجا یک رمز قوی بر جیمیل خود انتخاب کردم و بعد اینجا نکست را کلیک میکنید. حال ببینید اینجا از شما شماره موبایل میخواهد. من اینجا شماره موبایل خود را نمیتونم. اگر شما بتین خوب است، به خاطر که یک روز شما ممکن است که رمز جیمیلتون را فراموش کنین. هر وقت که فراموش کردین از طریق همین شماره موبایلتون دوباره میتونید که رمز جیمیلتون را ریکاوری کنید. من اینجا نمیتونم به خاطر که به خاطر آموزش این ویدیو را من ساخته هستم. اینجا اسکیپ کلیک میکنم. بعدا نکست را کلیک میکنین. حال پایین میاین آی اگری را کلیک میکنین. جیمیلتون ساخته شد. حالا ببینین اینجا جیمیل ما ساخته شد. در بالا ببینین من 3 تا را بلور کردم عبداللطیف اوسرک 007 نو پیشتر دیدین عبداللطیف خان 600@gmail.com امیال ساختیم. این بود طریقه ساختن اکانت جیمیل یا ایمیل آدرس که میگین. همین را ایمیل آدرس هم میگه، فرق نمیکنه که بعضی ها یاهو دارن اونا باز ایمیل آدرس میگن. ایمیل آدرس جیمیل همش یک چیز است. امیدوارم که ویدیو مورد پسند شما قرار گرفته باشد. تا ویدیو بعدی الله یار مددگارتان.